ارسال پشت محوطه جریمه، موقعیت برای استقلال. قائدی حالا میزنه ضربه رو، دروازه رو باز میکنه مهدی قائدی. چه دقیقه ای استقلال نجات میده از این شکست و حساب کار میکنه 2-2. پرسپولیس داشت میبرد، داشت امتیاز رو میگرفت، اما قائدی استقلال نجات داد، حساب کار بشه 2-2 مساوی. اونجا چه خبره؟ پا رفته سر کله بقیه. مظلومی هم اومده وارد زمین شده دیگه. اون تهیه باید این زنده بیرون میاد یا خیر. قائدی اینجا عالی کار کرد، اینجوری نعمتی رو برداشت، ضربش اینجوری وارد دروازه شد. روی خطم تلاش ناموفقی داشت سید جلال حسینی و نتونست کاری انجام بده. حساب کار بشه 2-2 و استقلال به گل مساوی برسه.